ملت افغانستان، بیم به کنار هم دیگر جمع بشیم. ما را زبان نمیتواند در کنار هم جمع بکند، ما را نژاد نمیتواند در کنار هم جمع بکند، ما را قومیت و گروه نمیتواند در کنار هم جمع بکند، ما را لا اله الا الله محمد رسول الله میتواند در کنار هم جمع بکند. بیم هم دیگر را تحمل بکنیم. تاجیک پشتون را تحمل بکند، پشتون تاجیک را تحمل بکند، ازبک را تحمل بکند، ترکمن را تحمل بکند. همه اقوامی که در افغانستان زندگی میکنن، همه ما بیاییم همدیگر را تحمل بکنیم. اگر من و تو همدیگر را تحمل نکنیم، بیگانگان ما را تحمل کرده نمیتوانند، نیست و نابودمان میکنند. این نژاد قوم چیست؟ چه چیزهای اعلانات میکنن به نام زبان و به نام نژاد؟ اگر من تاجیکم، خیلی از اساتیدم هستند که پشتونن، من دستشان را میبوسم. اگر من تاجیکم، خیلی پشتونه های عزیزی هستند که خود فدای تاجیک ها میکنن. این چی معنا داره؟ من تاجیک، تو پشتون. خدا میگه اینها لتعارفو، ارزش ندارد. تاجیک بودن و پشتون بودن هیچ ارزش ندارد، اصلا معیار نیست. خواهران و برادران مسلمان من، عزیزان من، ملت عزیز افغانستان، بیم در کنار همدیگر قرار بگیریم. من و شما تا حال به سر کلمه دانشگاه و پوهنتون جور نیامدیم. یک کلمه پشتون و دری در کشور ما قابل حل نیست. این چی معنای دارد؟ من و شما مسلمانیم، کسی حق ندارد بندگان خدا را تحقیر بکند. هیچ تاجیک حق ندارد پشتون را تحقیر بکند و هیچ پشتونی حق ندارد تاجیک را تحقیر بکند. من و شما میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله. باید همدیگر را به آغوش بگیریم. زمانی نیست که بگو تو تاجیکی، تو پشتونی، تو ترکمنی، تو ازبکی، تو فلانی. من فلانم، من از فلان قوم و گروه و نژادم. ما یک نژاد و قوم داریم و هم اسلام و هم لا اله الا الله محمد رسول الله. ما به غیر از اسلام هیچ گروهی نمیشناسیم. دین ما، زندگی ما، همه چیز ما اسلامه. ما با اسلام زندگی میکنیم، با قرآن. ما یک دستور العمل داریم، کتاب خداست. ملت افغانستان، همدیگر را دوست بدارید، همدیگر را به آغوش فشار بدهید. اگر من و تو همدیگر را به آغوش فشار ندیم، دشمن ما را به آغوش چنان فشار میده که ما را زیر خاک دفن بکنید. و در اخیر از دست دادن شهید محراب و منبر دکتر ریاض نیازی را برای همه ملت افغانستان تسلی هدر. شخصیتی است بی بدیل از من و شما گرفتم. شخصیتی که همیشه خواهان صلح، خواهان برادری، خواهان امنیت، شخصیتی که جبران ناپذیر از من و تو گرفتم.
روح تو شهید منبر و محراب در غریق رحمت رب العزت و الجلال باد. تو به پله ترقی و تعالی رسیدی، جام شهادت را نوشیدی، اما این را بدان که راه تو شهید منبر و محراب ادامه خواهد داشت. با رفتن دکتر ایاز نیازی اسلام نابود نمی شود. شاگردان دکتر ایاز نیازی اون خط و مشی و طریق اعتدالگرایی که شهید منبر و محراب ما داشتن پیش خواهند برد و هیچ دشمنی اجازه داده نمی شود که برنامه های اسلامی ما را در این سرزمین مجاهد پرور خاموش بکنند. اگر عالم خود را از دست می دهیم باعث بیداری ما می شود. علما بیدار می شوند، نه اینکه علما بترسند، نه تنها علما بلکه هر کس که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله به انتظار نوشیدن شهادت در راه رب العزت و الجلال. گرچه شخصیت بی‌بدیلی بودن، با تمام دانش خصوصا در این شرایط حساس وجود حضرت دکتر رحمه الله تعالی نیاز مبرمی بود، ولی دشمنان اسلام و دین و دشمنان این وطن مظلوم نتوانستند وجود پربرکت حضرت دکتر ایاز نیازی را تحمل بکنند. اونها فکر میکنن با رفتن ایازها میتوانند قانون خدا را از بین ببرند. این قانون خدا را الله روشن کرده و هیچ بیگانی و هیچ خائنی و هیچ منافقی نمیتواند برنامه های اسلامی از سرزمین های اسلامی بردارد. الله رب العزت و الجلال ایشان را غریق رحمت بگرداند. پروردگار عالم حشر دکتر ایاز نیازی را در کنار شهدا و صدیقین و نبیین و صالحین قرار بده. پروردگار عالم برای ملت افغانستان بیداری نصیب بفرماید، اتفاق و انسجام و وحدت و یکدلی نصیب